السلام علیکم مردم تاجیکستان. من یوسف سراج‌الدین و یک درد بیزه به یکی میگن کسال انکلوگ رگ مبتلا شدم. طول 4 سال خیلی گشتم ایسوسی نشان دادن، گفتن کسلی رگ خیلی چنی نداره. خیلی با فهمیدیم که دکتر اکای محمد در تاجیکستان بالنسای استقلال کارپس 2 در همونجا ما را یافتیم، آدرسش فیروت کردن آوردن. خیلی دیدن وضعیت خیلی وضعیت بیزه. هندوستان دکتر کافر رفت و دکتر کافر دید، از صورت ها را فرتاف هندوستان دیدن. دکترها گفتن که بیا نیچین میکنی. با یاردمی اکای محمد ما آمدیم در هندوستان. بالنسای اشاده دکترامون خیلی دکترای خوب، دکتر علم، دکتر کپر و این دکتر چکربرتی، خیلی باید دکترها هستند. خیلی دکترای خوبن، همه طرفه یاردمشون خیلی خوب نگهبانی کردن. اینا طول 3 ماه خیلی شکر شفا یافتیم. اینا شفامون لیچنمون تمام شد. نصیب باشه روز دوشنبه میریم تاجیکستان. مردم تاجیکستان علاج باشد بیاین، همه کسا مقصد دکترای خوبن، بالنسای و هر بالنسای خوب بهترین مرحمت علاج باشد بیاین ولی چنین